با افتخار جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال نوی تحصیل در شهر ترسونزاده یک بینای نوی تعلیمی و 98 سیمخانه ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی به استفاده داده می شود که می تواند 2352 خواننده را با جای نشست و شرایط و امکانیت خوب تحصیل فرا گیرد. از جمله در لیسه اینترنت شهری یک خوابگاه زمانوی برای 400 نفر تعلیم گیرنده ساخته شده با تمام لوازمات بود و باش تامین کرده می شود. در همین جا بنیاد 8 سیمخانه ایلاوگی با 4 اتاق کاری، آشخانه، کتابخانه، بنگاه طبی، مهمانخانه و میدانچه ورزشی جریان دارد که عین زمان مرحله های آخرین رنگوبارکنی ادامه دارند. در برابر این در صحن بینا گل و بوته های آرایشی شنانیده شده بهر فراغت تعلیم گیرندگان صحبت کرده ها بنیاد کرده می شود. با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر ترسونزاده ساختمان 5 بینای نوی تعلیمی و 252 سیمخانه ایلاوگی برای 6138 جای نشست و 7 مؤسسه تا مکتبی برای 962 نفر کودکان ادامه دارد. همزمان تا آغاز سال نوی تحصیل در نزد 6 مؤسسه تعلیمی ساختمان 98 سیمخانه ایلاوگی برای 2352 جای نشست ساخته به استفاده داده می شود. در بنیاد مؤسسه های تعلیمی ساکنان نیز سهم نظررس می‌گذارند. استقامت کنندگان دهه نعمت بچه جماعت دهاتی ریگر با حس بلند وطن دوستی و پیروی به عملهای سازنده راهبری دولت اقدام گرفته یک بینای ایلاوگی عبارت از 10 سیمخانه و 4 اتاق کاری را که 700 خواننده را در 2 بست به تحصیل فرا می‌گیرد ساخته به استفاده دهند. همزمان صحن مؤسسه پورا بتونپوش گردیده در اطراف آن گل و بوته‌های رنگارنگ شنانیده می‌شوند. ذکر باید کرد که خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 از نارسایی جای نشست تنقیصی میکشیدند و اینک شروع از سال نوی خوانش این مشکلی برطرف گردیده خوانندگان با بینای نوی تعلیمی و شرایط ضروری تامین کرده میشوند. ما خرسند هستیم که من این سال تحصیل 2024-25 را با در بینای نوی مؤسسه آغاز میکنیم. از طرف صاحبکاران محله، سابق ختم کنندگانی که در همین مکتب تحصیل گرفتند اقدام گرفتند که یک مکتب زمانوی عبارت از 10 صنفخانه و 4 اتاق کاری استفاده داده می شود. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 79 نیز با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و ساکنان محلی 6 سیمخانه ایلاوگی برای 144 جای نشست بنیاد گردیده با لوازمات‌های ضروری خوانش و میز و کرسی جهازانیده شده با آغاز سال نوی خوانش آماده کرده شده است. در برابر این در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم 30 و 103 با مبلغ گذاری شریکان رشد بنیاد سیمخانه‌های ایلاوگی پورا به اتمام رسیده روند کارهای جهازانیدن آنها با میز و کرسی و دیگر لوازمات خوانش ادامه دارد. مورد ذکر است که تا این وقت خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 در 3 بست تحصیل می‌کردند. با استفاده دادن سیمخانه‌های ایلاوگی مشکلی نارسایی جای نشست برطرف کرده می‌شود. از این کارهای آبادانی ساکنان نیز دست به احسانکاری زده تصمیم گرفتند که تا سال نوی خوانش برای فرزندان خود در نزد همین مؤسسه یک میدانچه ورزشی زمانوی ساخته به استفاده دهند که عین زمان کارهای بنیادی جریان دارد. ما کارمندان ساحه معارف شهر ترسونزاده پیوسته کوشش می‌نماییم که در سمت تطبیق سیاست دورنگرانه و معارف پرورانه راهبری دولت از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده نموده بهر آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تربیت نمودن نسل نورس در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی سهم ارزنده خود را گذاریم. در مجموع در شهر ترسونزاده بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی با سهم مقامات محلی، صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و شریکان رشد ساختمان 5 بینای نوی تعلیمی و 252 سیمخانه ایلاوگی برای 6138 جای نشست اینچنین 7 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 962 کودک ساخته به استفاده داده می شود که کارهای ساختمانی در مرحله های گوناگون در این انشاءات ها جریان دارند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار.